قبول کنه فرزنداتون و شوهراتون و دادراتون دیگه بر نگردن اینجا نیا دیگه اینجا نیا اونا اوجا اوش بهتر بس سلامت باشید سلامت باشید دلشد از مؤسسه اصلاحی سراسر اجرای جزای جنایی در همین روز زیاده از 800 نفر محبوسانی که از باقیمانده ادای جزا آزاد کرده شدند با دستگیری پروکراتور گنرالی و مقامات دیگری حکومتی این کارها عملی کرده شده ایستادند. برای هر یک محبوسی که از مؤسسه اصلاحی آزاد شدند کمک اجتماعی و با نقلات تامین کرده شدند. تعداد زنها از مؤسسه اصلاحی رقم 8 در شهر نارنج‌های زنانه سراسر اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تویسان 170 نفر همین روز و در از مؤسسه نابالغانی که مؤسسه رقم 12 میگن 58 نفر نابالغ از باقیمانده ادای جزا آزاد گردیدند. در موردی در آینده مثلا اینا رو بکوپانی کردن میگن نقشه داره شما؟ ما با همه حکومت‌های مقامات‌های اجرایی شهر و نایه‌ها مکتوب ارسال کردیم. آنها از این با خبر هستند. در اساس قانون عفو باید آنها به کار باشید و آن کمک اجتماعی که ما با موقتا با آنها دادیم این اولیت می‌باشد. چند سال بوده که مثلا خودتون در محبس بودید؟ از نام دیشود نصرت رویش از شهر کلو. چند ساله؟ 29 ساله. با کدام جرم شده؟ 144. دزدی کردیم. دو خیلی سر پرزیدنت هم قبالان امید خدا پرونده چی رو مقصد و شما امروز مقصد داره باید مرود مقصد برسیم. دو خیلی ما رو آزاد کرد پیش زن فرزند پدر و مادرمون میریم. خرسندونا خیلی کت شده. پشیمونه این از این کن. هم خوب پشیمونه. برادر هستن هم جنایت میکنن نکنن هم جنایت هم داره هم محبس خونه را نبینن که جای بزه باید جای خوب نیست جای مرد بچه بیره نه وله گشتن نه. شما زن فرزند داشتید؟ او زن فرزند دارم یک کودک دارم زن دارم. با کدام شان غلامای در 82 سال تولد. از کجا؟ ایبخش. چی گناه کرده بود؟ مثلا چی شده دیگه کردم. چند سال باید میشته؟ 3 سال. چند خشته دوزی؟ 3 سال اشم نه مشته. شرایط من بس خیلی بود. مشاهده خوب بود. همین بعد از اینجا برام چی نقشه داری که؟ هایده تمام من نه خود نمیمون نشه. چی خیلی مثلا چی باعث شده بود که شما دزدی کنید و محبس شوید؟ همم جورا بودی کدام کار کردیم اومدیم. نه دو شده بود رفته. چی دزدی کرده بود؟ ما دیدم هم مغازه دادیم. چی مبلغی کلان بود؟ 11 دو تمام.